از ذکر بسیار کردن از سوختن شما مرده نه؟ ها؟ قیامت بهم رفتم. ها؟ یا قیامت بهم رفتم. یا قمر یه سوخت مرد ها؟ خیال کردم رو خواستم بکشمشه. خواستی بکشیشه؟ یه قواتش کردم کشتنش بدون همیشه. نتونستی شما ضعیفین تکیه به الله میکنم هر میترسونم. هر انسان تکیه به الله کی بکنه برای بسنده الله در قرآن میفرماید که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که تکیه به الله میکنه برای بسنده است، احتاج به یگان کس به یگان چیز نداره، الله را محافظه میکنه. الله میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر انسانی که تقوا میکنه، هر انسانی که الله را پرستش میکنه، هر انسانی که پرهیز میکنه، الله او را از تمام مشکلی ها بیرون میکنه. این مشکلی که شما در بدن در آمدگین این تکیه به الله میکنه، الله را عبادت میکنه، الله چیکار میکنه؟ از تمام مشکلی ها بیرونش میکنه. با همون خاطر بنده های خدا را آزار نتین. و من یعصی الله و رسوله فإن له نار جهنم. هر کسی که سرکشی میکنه الله و رسول خدا را، پس او در آتش جهنم میمونه. آیا امیر میخوایی؟ در لعنت خدا گرفتار نکن، شیطان را اطاعت نکن. الله میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بسم الله بگو از بدنی خارج شه و دهانش بیا از دهانش ببرو باذن الله. فقط به خاطر الله کوشش که ببرو میشه و روتسیو نکن. بسم الله بگو فقط به خاطر الله. ما آیت الکرسی میخونم فقط به خاطر الله از بدنی خارج شه. شما میدونید که انسان یقینا با تکیه به الله میکنه، میدونید که هر انسانی که تکیه به الله بکنه یگان شما یگان چیز ضرر رساندش نمیتونین. همین خیلی الله او را محافظه میکنه. و همین خاطر بسم الله بگو از دهانش خارج شه. من سوره دخانه میخونم بگو. چی؟ فریبش میکنی؟ توی قروز شما ضعیفش کرده نتونستین، توی قروز شما به خاطر رساندش نتونستین، این روز میتونین. الله میگه تو اجلش نیه فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هر وقت که اجلش آمد چی؟ خط عزرائیل کردی؟ عزرائیل نیسته، ملک الموت ہے. خط عزرائیل کیه؟ میترسونی؟ نه نمیترسنی کیه؟ ماشاءالله. اگر همه خوارای مسلمان ها رنگ این باشه تکیه به الله بکنه چی؟ آخه با دهنش بیا، یکی با بینیش بیا ببرو، یکی از گوش ببرو ببرو، حرکت که با بینیش بیا با بینیش ببرو، یکی از دهانش ببرو. همه خوارای مسلمان ها به مثل این خوارای مسلمان باشه تکیه به الله بکنه، عبادت الله بکنه، نمازاش بخونه، یگان جین ضرر رسوندش نمیتونه. همین خیلی؟ همین خیلی؟ قوت شما نمیرسه نه؟ ای بعد نه هیچ کوکه نمیتونید. این قروز نتونسته که بعد میکنی؟ من قروز خواه نشانش نمیدادم، شما مرا ترسوندین. من خواه نشان دادم که قطعی جوره شما مرا نمونه ببرم. اینه که خدا زده مرا ترسونده. از چی ترسونده است دیگه؟ من ببرم. ببرو تیز. نه که من ترسوندم که میکشیم شما. هیچ کار کردن تسیونه که بسم الله بگو از دهانش خارج شه. تیز برو که دخان میخوام در میگیری. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا بدهنش بیا با بینیش بیا ببرو. اینا ستل ببرو. إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم. برو برو زور بزن. إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق دیگه شه دیگه تا
چی نشون داده مرا ترسونده است. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا ما كنتم به تمترون حركات برا فقط بخطير الله برا إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها ببني شبرا برا بني برا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين برا ببني شبرا برا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه برو بسم الله برو شما هناك بسم الله ببني شبرا بدن شبرا برو بإذن الله فقط بخاطر الله هر کاری که بخاطر الله ترکش میکنی الله بهترش نصیب میکردونه اسلام قبول کرد بخاطر الله ترکش الله برات جینی مسلمان نصیب میگردونه که سعادتمندی ان شاء الله که دایره میکنی بسم الله بگو از دهانش خارج شه باذن الله به دهان شفرا ببرو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله دایجا شو مالی ها دایجا بدن چی فرو با پایونو ببرو هایدامش ببرو چرا تو اونها را اطاعت میکنی؟ گوش نکن اونها را تو ریخت بدون الله فرموده است که وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون من نآفریدم جنها و انسانان بخاطر من پرستش بکنن چی؟ فقط الله بترس فقط الله را عبادت کن فقط الله طلب بکن الله میگه و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب هر وقت که بندگانی من از من سوال کنن من با اونها قریب هستم هیچ کار کرده نمیتونن تکیه به الله بکن اونها یگان چیز ضرر رسونده نمیتونن بسم الله بگو از دهانش خارج شه بسم الله بگو فقط به خاطر الله و مثل اون شیطان ها شیطانی نکن فقط به خاطر الله از دهانش خارج شه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن إن شاء الله بورا التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبه ان شاء الله پیغمبر خدا میفرماید هر انسانی که توبه بکنه ان شاء الله ببرز برای التائب من الذنب كما لا ذنب له هر کسی که توبه میکنه چون که در اون توبه کنه چون که در اون گناهی وجود نداره توبه صدقانه توبه نصوح که بر نمیگردی چی گوش نکن ها را فقط الله را اطاعت بکن بسم الله بگو خارج از دهانش
الله میگه فاولئک یبدل الله سیئات الحسنات، الله مبدل میگردونه کارهای بد را به حسنات. ترکش که بسم الله بخوری چه اخرج یا عدو الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. الله اکبر اخرج يا عدو الله بسم الله الله اکبر اخرج يا عدو الله. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. بسم الله بسم الله حركات بورا گوش نکن هارا میگم اطاعت نکن هارا. بسم الله الله اکبر بگو ریس که دانش بورا تمام دایره و نمیگه رس با مکبره بیا یک دسه. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. برا بسم الله شوف فقط تکیه به الله بگو. امر قین بدان که تکیه که به الله کرده الله خودش محافظت میکنه. فقط بسم الله بگو. از دهانی خوری چه ان شاء الله که راه پیدا میکنی. از دهانی خوری چه بسم الله ببرو جا ببرو. الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله أكبر. نصر من الله وفتح قريب. يوردن از جانب الله هست ان شاء الله که کامیابی نزدیک است. بسم الله بورا. نصر من الله نصر من الله نصر من الله وفتح قريب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. نبرمدي چرا ظلم میکنی؟ هم در نفسی خودت هم در نفسی این خواهر مسلمان. آخه در آمده تا نیستی. بسم الله دهانش باز است. بسم الله بگو خاری چه وقت نکشون شیطان نکن. بسم الله برو اسوی دخان میخون برو که در میگیری. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها
بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم.